قهوه نوشیدنی محبوب در سطح دنیاست، اما به نظر میاد فقط به خاطر طعمش نیست که محبوب شده. این آمار مربوط به کل دنیاست. حدود 90% بزرگسالا و 50% نوجوانا از نوشیدنی‌های حاوی کافئین و قهوه استفاده میکنن. ماده جادویی قهوه مولکول کافئینه و اینم بگم که این اشتباهه که یک نفر بیاد بیان کنه که فلان ماده غذایی خوبه یا بده. باید بگیم چقدر از اون ماده غذایی خوبه یا بده. قهوه نوشیدنیه که باعث ایجاد شادی تو انسان میشه، چون به طور مؤثری میتونه باعث افزایش دوپامین و ماندگاری دوپامین تو بدن ما بشه. این مولکول یعنی دوپامین تاثیرات قابل توجهی تو شادی ما میذاره. تعریف ساده دوپامین اینه که میتونه باعث احساس شادی تو ما و ایجاد انگیزه تو ماها بشه. کمک میکنه ما جستجو و کندوکاو کنیم. همچنین کافئین میتونه تو بهبود افسردگی هم حتی نقش کمکی داشته باشه و عملکرد ذهنی رو بهبود ببخشه. در واقع میتونه زمان پاسخی که ما نسبت به محرک داریم رو کاهش بده. سوخت بدن ما مولکول گلوکوزه و همه مواد غذایی به گلوکوز تبدیل میشه. این به این معنا نیست که ما باید گلوکوز بخوریم، به این معنیه که همه مواد غذایی که ما مصرف میکنیم در نهایت به این مولکول تبدیل میشه و این مولکول در نهایت به سوخته بدن ما مصرف میشه. یکی از محصولات جانبی که تو این فرآیند، یعنی استفاده از گلوکوز به عنوان سوخت استفاده میشه تو بدنمون، مولکول آدنوزینه. تجمع این مولکول و اتصالش به گیرنده خودش باعث ایجاد حس خستگی در انسان میشه. حالا مولکول کافئین ساختار فیزیکیش بسیار شبیه به مولکول آدنوزینه و میتونه به گیرنده آدنوزین تو بدن انسان متصل بشه. با این تفاوتی کاملا برعکس اون عمل بکنه و میتونه باعث افزایش تمرکز و هوشیاری بشه. این ضمن میتونه توضیح خوبی بده که ما کی بهتره قهوه یا نوشیدنی حاوی کافئین استفاده بکنیم. ما بهتره که قهوه رو بعد از ساعت 5-6 عصر استفاده نکنیم، چون بذاریم چرخه طبیعی بدنمون شکل بگیره. یعنی ساعتای 10-11 که میخوایم بخوابیم استفاده نکنیم بعد ساعت 5-6 عصر که مولکول کافئینی نباشه که با مولکول آدنوزین رقابت بکنه و باعث بشه که خواب ما نامنظم بشه. همچنین وقتی که صبح از خواب پا میشیم بهتره حدود 60 دقیقه تا 90 دقیقه نوشیدنی حاوی کافئین رو استفاده نکنیم. یعنی بعد از حدود 1 ساعت بعد از اینکه بیدار میشیم این نوشیدنی استفاده بکنیم. این کار باعث میشه که گیرنده‌های آدنوزین تجمع پیدا بکنن و تعدادشون زیادتر بشه و ما وقتی قهوه رو بخوریم بعد 1 ساعت این بتونه اثرات خوبش رو بیشتر رو بدن ماها بذاره. به طور کلی پس ما قهوه رو در صبح حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم بعد از بیدار شدن بهتر مصرف کنیم. همچنین بهتره بعد از ساعت 5-6 استفاده نکنیم. کافئین میتونه به متابولیسم بدن ما هم کمک بکنه و همچنین میتونه باعث القای سیری از طریق مکانیسم هورمونای سیری تو بدن ماها بشه و این یک نقش کمکیه. البته یعنی باعث میشه که ما احساس سیری بیشتری داشته باشیم. اما خب با همه فوایدی که داره برای درصد خیلی خیلی کمی از آدم‌ها هم میتونه یک ماده غذایی حساسیت زا باشه. این به این معنا نیست که این ماده رو هیچ کس نباید مصرف بکنه. توی علم داروهای هم وجود داره که باعث حساسیت تو آدما میشن و این نکته خیلی منفی نیست. همطور خیلی از مواد غذایی میتونن تو افراد خیلی خیلی کمی باعث ایجاد حساسیت بشه. از اون طرف هم مصرف زیاد قهوه میتونه باعث اضطراب، بیخوابی و کاهش تمرکز بشه. همونطور که میدونیم قهوه مصرف مناسبش باعث بهبود تمرکز میشه، اما زیادش میتونه باعث کاهش تمرکز بشه. و مصرف مجاز کافئین 2 تا 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از جرم یک انسان. به هر حال کافئین یک مولکول واقعا مفیده، اما باید اونو تو دوز و مقدار مناسبی استفاده کنیم.